آقا به خدا خیلی ساده است. I've lost a lot. کیمیای ایرانی یه مدال فلزی رو به پرچم کشورش ترجیح داد. I lost my country. I've lost everything. کیمیا علیزاده یه دختر ترک شده است که به خاطر ظلم و ستم ایران مجبور شد زیر پرچم یک کشور دست چندم مقابل هموطنش بیست. شاید یه کمش یادتون رفته باشه، بیاید با هم قصه رو مرور کنیم. قصه ما از فروردین 95 شروع شد. کیمیا قهرمان تکواندوی آسیا شد و با تقدیم مدالش به شهدای مدافع حرم راهی المپیک 20 داشت. آره خب مدال برنز گرفت، ولی چون اولین مدال زنان توی المپیک به حساب میومد بهش پاداش مدال طلا رو تقدیم کردن. البته به اضافه این لیست بلند بالا. کیمیای 18 ساله تبدیل شد به یه قهرمان ملی. اردیبهشت 96 همه رو دعوت کرد به شرکت تو انتخابات ریاست جمهوری. 2 ماه بعد مدال نقره جهانی هم گرفت و تو مراسم تحلیف رئیس جمهور صاف رفت نشست کنار دختر حسن روحانی. خنده‌بانه هم که یادتونه. پیام تبریک رهبر معظم انقلاب من گفتم.